سلام خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. یا اومدیم بازی از اکانت من. با اینکه میدونم اکانتم چیز خاصی نداره، ولی شانس اکانت من خیلی بیشتر از اونیه که شما فکر میکنین. حالا بریم ببینیم اکانتو، شاید یکم خوب باشه. این از اپیکای مال لباس سارا. میریم واسه میتیکا رو خودتون مشاهده کنین. لجندا، بعدش هم اپیکا که از اپیکا بهترینشون سیزن 3 و سیزن 2 است که ماسک سیزن 2 هم مشاهده میکنید. اینم هلمت هاست. اینم کلای میتیکه و لجند و اپیک. اینم عینکای لجند و اپیک هستند. اینم که میبینید و خب من خودم از جعبه در آوردم که خودتون میدونید دیگه، داخل پریمیوم اومده بود. بعد این دوتا لباسی هم که میبینید، لباسی که من پوشیدمش با لباس بغلیش هم جدید وارد بازی شده، که من به خاطر اینکه الایت دوم رو انجام دادم، بهم جعبه ها رو داد. با اینکه جعبه هم میتونستی جعبه بزنی جعبه ها رو بگیری، ولی منم بدون اونا هم گرفتمشون. و بریم واسه بکپک ها. از همه بکپک ها مهمتر بکپک میگم زن فرعونه که خیلی خوب و خوششانسانه درش آوردم. این لول 1، لول 3، لول 2 و لول 1. بریم سراغ شلوارا. این شلوارا با همون ستایی که بهتون گفتم با دوتا لباس اومدن داخل بازی. اینم که کفشان. و اینجا جدیدن یک دست میتیک وارد بازی میشه یا شده اصطلاحا بگیم. میریم واسه گانا. این از AKMI من، این از اسکارلان و این از M16 ها. اینم M4، اینم اینم گروزا، اینم AUG و اینم M700. کانال خودتون ببینید تا بعدا من صحبتامو ادامه بدم. داده قرار به این M24 یه دونه M24 فرون هم اضافه شه که اگر با نظر خودتون به نظر خودتون احترام میذارم، اگر بگین M24 فرون رو لول بده که M24 فرون رو لول میدم. اگر بگین ای ایمار قشنگو کیل افکتش کن، میرم واسه کیل افکت اینگان، کیل مسیج و کیل افکت. اینم اسکی، اینم گانای بقیه. اینم دوتا گان. اینم گان جد یوزی، UMP، ویکتور، تامسون، پی وایزون و پی 90. شاتگان دولول، شاتگان پنتیر و شاتگان GPS و یکم شاتگان لیویکیه که مخصوص لیویکه. از اینجا به بعدم لازم نیست پایین تر بریم چون که چیز خاصی نیست. خب بریم سراغ ماشینا که زیاد مال اکانت و داستان نیست. اینم ستان موتور، ماشینی که سیزن جدید قرار واسه داخل الایت یه دونه قرمز بیاد. و اینم از این دوتا و اینم از ماشینا. بریم واسه بقیه ماشینا.
و یه چیز قشنگ میخوام بهتون نشون بدم. اینجا که دوتا متریال دارم درست. خب اینجا چند تا جعبه طلایی دارم؟ 108 تا. یعنی جعبه طلایی بیاد من واسهتون ویدیو جعبه طلایی رو خواهم گرفت. و اینجا هم 196 تا پوینت پت دارم و من قراره پت گرگو بگیرم و شورت ویدیو اونم میذارم و منتظر ویدیوی 50 متیکمونم باشید. حالا بریم سراغ گانه آپگریدی که از نزدیک اونا رو مشاهده کنیم. این ایماره خب که قشنگ و ترتمیز میتونم مکسش کنم، البته اگر متریال و اسپری کم نیارم که اسپری ندارم که بخوام کلاسش کنم. این از قمه است، این یوزی، پیپایزون و بقیه گانا، ام جی 3 و این ام 24 مال و گانا جعبه طلایی هم قطعا همتون میدونین ام 24 فرعونه. به نظرتون به من بگین ام 24 فرعونو کیل مسیج کنم یا نکنم؟ برم واسه کیل مسیجش یا نرم؟ بریم اینجا. اینم از چترا، اینم از ستا اسکیت بورد و اینم از هواپیماها و یک هلیکوپتر زیبا. اینم مال 3-4 سیزن جمع شده به خاطر همین. و اینم نیدها. اگر میخوایم میگین چرا دوتا نید آپگریدی داری و دوتا کوکتل آپگریدی، چرا گاناش نداری لول بدی؟ چون که زدیم سرش ولی بچانس بودیم و نداد بهمون متاسفانه. خب حالا بریم سراغ پتا. بچه ها من 2 تا پت دارم و سومیش هم قرار گرگ بشه و من اون روز ریکورد نبودم. بعد این لباس گرگو با این لباسشو از جعبه در آوردم و این پتم با 10 دونه یوسی در آوردم، یعنی با 30 تا دونه یوسی یه دونه پت میتیک و 2 تا لباس پت در آوردم که یه دونه دیگه هم در آوردم ولی اون تبدیل به چیز شد که اون تبدیل به پوینت شد. و این پتم هم که مشاهده میکنین 4مین پت از آخرین پت هست. و اینو اگر کسایی که بازی کرده باشن اون سیزن وقتی بازی میکردی یه پوینت های میگرفتی بعد میتونستی جعبه بزنی و من اینو گرفتم. و بریم یه نگاه بندازیم به اینکه اینم همون ماموریتی که انجام شد دست قبل واسهتون ریکورد و مچشو گرفته بودم. میریم واسه ماموریت 50 متیک. اگر نگاه کنین من 2 تا متیک میخوام تا 50 متیک منتظر ویدیوی 50 متیک هم باشین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار، خدا حافظ. و یادتون نره لایک سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. و یادتون رفت کامنت بذارین، کامنت یادتون نره اون زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم براتون بیاد. خدا نگهدار.